حالا شده با خودتون فکر کنین که همبرگر خودش خوشمزه، شکلات هم خودش خوشمزه است. اگر این دوتا رو با هم ترکیب کنیم آیا بازم خوشمزه میشه؟ امروز اومدم که شما رو از دوگم بودن به قول کوروش نجات بدم. تشکر ویژه میکنم از مامان بابام، مخصوصا مامانم که خیلی کمکم کردن تو این ویدیو. بریم ببینیم همبرگر با چه چیزایی خوشمزه میشه و با چه چیزایی خوشمزه نمیشه. شکوفه ها رو داری؟ الان که امروز 7 فروردینه به شدت سرما خوردم. همونطور که دیدین اولی رو سعی کردم خیلی ملو شروع کنم، یعنی دیگه اونقدر حالا به خودمون سخت نگیریم. شکلات فرمند میزنیم بهش. دوستان برگر با شکلات. Brother, what's that? برگر با شکلات. بریم ببینیم چیه مزه. خوبه، پشمام، یعنی اکچولی خوبه، خوشمزه شد. یعنی باورم نمیشد یه روز اینو بگم. این شکلات ها با برگر مزه بهشت میده. خیلی خوشمزه، پشمام ریخته، خیلی خوشمزه میشه این دوتا با. بعدی فکر کنم قراره شکنجه ببینم. سیب همراه با برگر. خیار، گوجه، سس اینا نمیزنم که مزه این دوتا رو بگیرم. گوشت و حالا هرچی که میذارم، گوشت و سیب، برگر همراه با سیب. فکر کنم این قراره جهنم باشه، ولی خوب. نه اصلا، به هیچ وجه. نه خیلی بده، اصلا جالب نشد. برگر و سس خرسی یا سس باربیکیو یا سس خرده که من همشو اینجا دارم. سیب، برگر. دارم میام پیشت. حیف، من عادت ندارم چیزی رو برگردونم یا هر چیزی خوشم نیاد دهنم درش بیارم، وگرنه میکردم این کارو. دیدیم که جالب نشد اصلا. سیب با برگر حتی با سس، این که من حدس میزنم چیز جالبی شه. خامه به نظر خودم قراره چیز جالبی بشه. برگر و خامه. هیچ فرقی نمیکنه. ببین بد نمیشه ولی خوبم نمیشه، فرقی نمیکنه، همونه. همون، هیچ فرقی نداره. بدی. تا الان برگر و شکلات عادی، برگر و سیب هیچ وجه. اینجوری میشم برگر و سیب میخورم. برگر و خامه نمیدونم. برگر و موز. اگه ویدیوهای کومان رو دیده باشیم میدونیم که برگر و موز رو امتحان کردم، خوب بوده. در کمال تعجب ببینیم آیا واقعا خوبه، یعنی به ذائقه ما هم یا نه. بذار بخورم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی سلیقه‌ایه، ولی من خوشم اومد.
خوشمزه. گند بزنیم توش. هنوزم خوشمزه. خوشم اومد. برگر موز خوبه. اصلا مگه میشه؟ ترکیب بعدی که قراره بزنیم و همین الان هم یه سریا تو پیتزا میذارن و میخورن، کاملا هم راضین. آناناس. برگر با آناناس. نباید این کارو میکردم. بد نشد. یعنی اگه یکی از ترکیب برگر و موز خوشش بیاد، قطعا از اینکه آناناس هم بذاره رو برگر خوشش میاد. جالبه. یعنی پیتزاش هم انقدر خوشمزه. اگه میخواین تست کنم تو کامنت ها بنویسیم. بریم بعدی. رسیدیم به قول مرحله آخر. نون گردم تموم شد. رسیدیم به قول مرحله آخر، یعنی برگر و تون ماهی. یعنی من این برگر و تون ماهی جون سالم به در ببرم، با ایمان میتونم راحت برابری کنم. بریم ببینیم چیه. برگر و تون ماهی. همونه که فکر میکردم. دورو خدا برو کن. اگه تا اینجا دیدی قرار این یه بونوسه برای کسی که تا اینجا دیده. برگر، تون ماهی، سیب، آناناس، موز، خامه، شکلات. خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردین. خیلی ممنون که این همه سال کنارم بودید. وای